امروز میخوام آموزش کامل 0 تا 100 این مدل لامپ رو بهتون بگم. برای ساخت یک فریم خورشیدی شما نیاز دارید به لیسته ابزارها، مدار و سرپیچ، سیم قلمدون و سیم نهیم و سیم مسی. این الیدیا رو به اندازه‌های دلخواه برش می‌زنیم و به صورت سری داخل فرممون جایگذاری می‌کنیم. به این صورت وسط الیدیا رو با استفاده از حویه و سیم لحیم کاری می‌کنیم. به این صورت با استفاده از این سیم قلمدود تمام اتصالات لامپ رو با هم دیگه سری می‌کنیم. حالا سیم‌های قلمدود مابین این الیدیا رو میایم با استفاده از این کفچی قطع می‌کنیم. برای ساخت مدار از پولدیود خازن و مقاومت استفاده می‌کنیم که اونا رو به این صورت با هم دیگه موازی می‌کنیم. مدارمون دو قسمته، یک قسمتش مثبت و منفی، یک قسمتش هم فازونی رو وصل می‌کنیم به سرپیچمون و مثبت و منفی رو به لامپمون. در این قسمت سرپیچمون رو وصل می‌کنیم به لامپمون. سرپیچمون رو با این پیچ‌ها به لامپمون متصل می‌کنیم. سیم مثبت و منفی خروجی از مدار رو به مثبت و منفی الیدیا وصل می‌کنیم. دقت کنید جایی که این دو تا سیم رو اتصال میدید حتما این سیم قلمدود رو اینجا بردارید.